منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این قسمت از این برنامه می‌خوایم درباره عید فطر صحبت بکنیم. طوری که می‌دانید بعد از یک ماه روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان، یکی از عیدهای مهم برای امت اسلامی که دو عید مهم داریم که عید سعید فطر و عید اضحی یا عید قربان است میآید. در عید سعید فطر ما به خوشحالی پایان رساندن این عبادت بزرگ که روزه ماه مبارک رمضان هست، الله سبحانه و تعالی روز عید را برای ما اختصاص داده است که در این روز روز خوشحالی، روز مسرت و روز شادی است. درباره عید مطالب مهمی را باید برادران و خواهران عزیز و گرامی بدانند که نخستین مسئله قبل از عید، یعنی شب عید یا یک روز دو روز قبل از عید، مسئله زکات فطر است که باید این پرداخته شود. در احادیث از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که رسول الله فرمودند که زکات فطر یک صاع از خرما یا جو بر مسلمان آزاده و برده و مرد و زن واجب است، که این حدیث را در صحیح بخاری امام بخاری رحمت الله علیه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند. و همه فقها اتفاق نظر دارند که پرداختن زکات فطر بر هر مسلمان توانا واجب است و دلیل مشروعیت آن هم همین حدیث شریفی است که برای شما ذکر کردیم که این حدیث را امام بخاری از ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کردند. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما صحابی جلیل القدر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث دیگر حکمت و فلسفه واجب شدن زکات فطر را چنین بیان می‌کنند: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای دو حکمت زکات فطر را واجب دانست. پاک نمودن روزه‌دار از کوتاهی که در حق روزه خود انجام داده است، از سخنان بیهوده و زشت گرفته تا گناهان بزرگ و کوچک، و حکمت دوم این که قضا و قوتی برای مستمندان باشد. ببینید، شاید امکان دارد شما در اثنایی که روزه هستید سخنی زشتی گفته باشید یا حرکت زشتی انجام داده باشید که طوری که در برنامه مخصوص ماه مبارک رمضان ذکر کردیم که ما مسلمانان باید تنها به فکر این نباشیم که شکم ما گرسنه هست، تشنه هستیم، آب نمی نوشیم، غذا نمی خوریم، همین کافی است دیگه، هر چه دلمان خواست انجام بدهیم. نه خیر برادر و خواهر عزیز، باید زبان ما، باید گوش ما، چشم ما، همه بدن ما باید روزه باشد. در حدیث شریف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کسی که سخن دروغ را ترک نکند، الله سبحانه و تعالی به گرسنگی و تشنگی او احتیاجی ندارد. اما با وجود این تحذیر، اگر که باز هم انسان خدای نخواسته سخن زشتی زد یا گناه کوچک و بزرگی انجام داد که در تضاد و در خلاف با روزه ماه مبارک رمضان قرار دارد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زکات فطر را بر ما واجب کردند که با پرداخت مقداری غذا برای مستمندان ما هم این لغو یا
بیهودگی یا گناهان کوچکی که در روزه ما صورت گرفته است. هم اینها پاک می شود، هم این چیزی که ما میپردازیم برای مستمندان و فقرایی که در شب و روز عید برای خود غذایی ندارن کمکی به آنها می شود و خوشحالی و مسرتی وارد قلب آنها می گردد که این دو حکمت در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره زکات فطر ذکر شده است. حکمت دوم که به هدف مساوی نمودن فقرا و نیازمندان از لحاظ مالی است با دیگر طبقات جامعه در این عبادت برازندگی خاصی داره است که این نشان دهنده حکمت و محبت و انسجامی است که در دین مقدس اسلام وجود دارد. همچنین با توجه به حدیثی که ذکر شد، واجب شدن زکات فطر 4 شرط دارد. اول شرط این است که اسلام یعنی طرف مسلمان باشد، بنابراین بر کافر واجب نمی شود هرچند که بستگان مسلمان نزدیک داشته باشد و مخارج آنها بر او واجب باشد. زکات فطر بر آنها لازم نیست چون زکات یک عبادت اسلامی است. دومین شرط آزادی است. پس در اصل زکات بر برده واجب نیست، اما اگر برده تابع آقایش باشد بر او واجب می گردد چون سبب آن به وجود می آید. سومین شرط در واجب شدن زکات فطر قدرت و توانایی مالی می باشد، بدین معنی که مال وی از هزینه شب و روز عید بیشتر باشد و اگرچه مستحق زکات گرفتن باشد. یعنی آن زکات فرضی که وجود دارد اگر که مستحق زکات هم باشد منتها خرج شب و روز عید خود را داشته باشد، بر این انسان دادن زکات فطر واجب است. برادران و خواهران عزیز و گرامی، یکی از مسائل مهمی که در مسئله زکات فطر وجود دارد، ما باید سعی بکنیم که قبل از نماز عید این زکات را بپردازیم، زیرا بعد از نماز عید این زکات فطری که ما پرداختیم به عنوان زکات فطر پذیرفته نمی شود، بلکه مانند یک صدقه عادی است. پس باید سعی بکنیم که هر طوری شده قبل از اینکه به عیدگاه برویم یا قبل از برپا شدن نماز زکات فطر خود را به فقرا و مستمندان بپردازیم. برادران و خواهران عزیز و گرامی، همچنین در شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بجز 2 عید سالانه یعنی عید فطر و عید قربان که هر سال یک بار به وقوع می‌پیوندد و عید هفتگی جمعه دیگر عیدی وجود ندارد. این مسئله بسیار مهم است که برادران و خواهران عزیز و گرامی ما بدانند که در دین مقدس اسلام ما فقط 2 عید داریم، 2 عید سالانه که عید سعید فطر و عید اضحی یا عید قربان است و عید هفتگی هم که همان روز جمعه است که به عنوان روز تعطیل در بسیاری از کشورها شناخته می شود. اما عیدهای دیگری مانند عید نوروز و که یکی از عیدهای مجوسیان آتش پرست بوده است که متاسفانه امروز بسیاری از مسلمان ها آن را برگزار می کنند و به یک نوع اهمیت خاص و ویژه‌ای به آن قائل هستند که متاسفانه این تشابه و مشابهت با کفار است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می‌فرمایند که من تشبه بقوم فهو منهم، هر کس با کسی با قوم مشابهت بکند در جمله آنها محسوب می‌شود. عید نوروز یکی از عیدهای مجوسیان آتش پرست قبل از اسلام بوده است که امروز متاسفانه این عید در بین بعضی از مسلمان‌ها هم رایج است. و یکی از عیدهای باطلی که خیلی در این اخیراً با آن خیلی رنگ و رو دادن به نام عید غدیر خم معروف است که روافض آن را به عنوان عیدی که در آن سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به عنوان ولی و خلیفه و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعیین شده است آن را برگزار می‌کنند، در حالی که این یک بدعتی است که جدیداً چرا همه دکان‌های آنها بسته شد امروز دکان جدیدی به نام عید غدیر باز کردند
که هیچ دلیلی از قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر این که در غدیر خم پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت علی را جانشین خود تعیین کرده باشند وجود ندارد. بالفرض اگر که پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار را کرده باشند، پس علی رضی الله تعالی عنه نه جانشین پیامبر بعد از وفات ایشان شد و نه امام بعد از جانشین ایشان شد و همچنین سکوت کرد 25 سال در سایه خلافت حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان رضی الله عنهم اجمعین. پس حضرت علی چرا این حق خود را، چرا این امامت و خلافتی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم در غدیر خم برای او داد، چرا این حق و خلافت خود را نگرفت؟ شاید بگویند که امر شده بود که حضرت علی ساکت بشیند، اما اینم دروغ دیگری است، زیرا هیچ عبادتی در اسلام وجود ندارد که الله سبحانه و تعالی گفته باشد که این عبادت را انجام بدهید، اگر شما را نذاشتن انجام ندهید. پس حضرت علی رضی الله تعالی عنه در غدیر خم خلیفه و جانشین مقرر نشد، بلکه این فضیلتی بود که برای ایشان در آنجا ذکر شد. علی کل حال عید غدیر خم یک عید بدعتی است که دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان آن را ایجاد کردند. پس ما مسلمانان غیر از عید فطر و عید قربان عید دیگری نداریم. در روز عید بر مسلمانان لازم است که در این روز خوشحالی بکنند. در این روز البته خوشحالی و مسرت در افعالی که مباح باشد، نه اینکه افعال که در آن گناه هست ما انجام بدهیم به بهانه عید، بلکه روز عید روز خوشحالی است، روز مسرت است. در این روز باید مسلمانان به یکدیگر این عید را تبریک بگویند و در این روز باید در فکر زیارت و ملاقات خویشاوندان و دوستان خاصتا بزرگسالان باشند و از آنها یاد بکنند، زیرا این عید عید همبستگی، عید محبت و عید سرور و خوشحالی است در بین مسلمانان. آنچه که در روز عید مستحب است برای هر مسلمان غسل است. از علی رضی الله تعالی عنه روایت است که درباره غسل از او سوال شد، فرمودند که روز جمعه، روز عرفات، روز فطر و روز عید اضحی غسل بر مسلمان مستحب است. پوشیدن لباس نو، از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز عید جامه‌ای سرخ می پوشیدند، لباس مخصوصی برای روز عید خودشان تهیه کرده بودند. خوردن در روز عید فطر قبل از خروج برای نماز، قبل از که به نماز بریم، بر مسلمانان مستحب است که طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چند دانه خرما قبل از رفتن به طرف نماز بخورند. تغییر مسیر رفت و برگشت، یعنی وقتی به طرف عیدگاه می روید از مسیری بروید و وقت برگشتن از مسیر دیگری برگردید، اینم سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. و تکبیر در روزهای عید که این مسئله هم خیلی مهم است که امروز متاسفانه در بین مسلمان ها کمرنگ شده است. بیایید که این سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را زنده بکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز عید فطر تکبیرگویان به طرف مصلی می آمدند تا اینکه نماز را تمام می نمودند و پس از نماز تکبیرگویان به طرف خانه خود برمیگشتند. الفاظ تکبیر این است که الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، یا الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر و لله الحمد، که این الفاظ در بسیاری از کتب حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی عبادت های ما را مورد قبول درگاه خود بگرداند و همه روزهای ما مسلمانان را به وسیله دوری از گناه و اجتناب از گناه و پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن کریم روز عید بگرداند و ما را از ثواب این روزها بی نصیب نگرداند. در پناه حفظ پروردگار متعال باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.